خب برو جو. بله. یک مشکل دیگه هم هسته. مشکل؟ مشکل نه. چی مشکل؟ برعکس میشنوی. نام خدا 120 کیلو وزنتونه. بله یا. تخیل به پس میتونی بالکن باشه. بیا. عریضه یا ماما. بله یا ماما بفرمایید بیایید. اینا هم برو. عریضه ما بیایید به خدمت شما. برو جو. لالا جان. بله برو. میشه کمک عقب بریم. بله به دست عقب بریم دیگه جا کنیه. خب. خلافه. شما میریم برو. بگفتیم از اینا. بله یا من میره کنجگه. برو منو با من نوشته کنی. نوبت از اینا لالا. اون نیه برو. شما عرضه چی مایم برو لیسانس جواز تذکره متر برق پاسپورت هر چی مایم به خدمت. برو جمع. بله. برای جمعه روز اول برفتون که تذکیره بگیرم به من گفتم تو هم نفوس افغانستانی گفتم به خاک که من پاسپورت هم ندارم تذکیره هم ندارم من فقط شکست عشقی خوردم ما یک نامه عشقی به نوزبات خودم نوشته کنم. نامه عشقی؟ بله یا. صحیح مشکل نداره برو. نه پینیم به حساب خونستون. اسم شریف خود شما بگید. شریف برو نمایم من نام مایم شریف که هست شو هم میمنه. نه اسم شریف خود خور بگو. و پس اسم شو مدر خور میگم. شریف میگم شو هم میمنم من بایم عاشق منم. تو عقل کمال داری عزیزمه. اگه راستی ببینید به عقل کمال من دیشب جا تو خیلی ما دادم گواه خو. عزیزمه اسم خود خور بگو. عزیز کمی خسار ما به کمال بر عمل احسان من خراب کرد. خود تو شهزاده چی نام داری؟ شهزاده خوشو منه. تو دومات خوشو منی؟ نه. پس اسم را چی بلدی؟ طور میگم اسم خور بگو احترام به تو میگیرم. اسم من؟ گیلک ولاد مدرمه. گیلک. ولاد مدرمه. باید کله گندی ارتسای کن. تو که خوب کله داری با خدا اگه بوزو میبود یک ما کله تو بدم قصه بی میمون. خب اسم پیار تو چیه؟ اسم پیار مزنگی و تو گمه در دو برا لالومر. خب چی نوشته کنم؟ هر چی میگم برای تو بدون دلیل دوایی نوشته کن. صحیحه. چرا گوشید پیار تو از تو بستون ادعا شرف خور نکردی؟ این شیره اختلاطیه چیه؟ نه این مختبیلی گویه. شرنیه پچیه عقل کمال تو نه. چرا گوشی پیار تو از تو بستونی چی معنی میده؟ شفر نوزبت داریه. صحیحه چرا گوشی پیار تو از تو بستون؟ ادعا شرف خور نکردی. دیگه تو را سیگریت بلد بینم کفن بگردن. کوی ادامه از این چه کار میشه؟ کفن بگردن. ادامه از این چرا گوشی پیار تو بستون؟ ادعای از علمی نه. تو چرا بگرد ما بگو شیفری نوشته کن و سر تو شیفری بخوری ادامه نداره گوشی. دارمی چیه دیگه؟ تو به یک دم میپری به بالی عزیز همینه دیگه. چرا گوشی پیار تو بستون؟ چراغ خونه ما خاموش امشب. برق نداره. یک لیم نکو شعرونی کی داره که من یکی گنیک کنم من. بابا خیلی کشیم دیگه. برای گول من به تو هر چی میگم من میگم به نوزبت کنم تو نمیشته کن. اصلا من تو خصول کن نفری میکنم. خاطری من میگم شیرات و اول و آخر داشته باشه. داره اون میفهم اول آخر داره. شته بیاقله که لفظ تو میفهمه. چی گفتی؟ چراغ خونه ما خاموشه. چراغ خونه ما خاموشه. خونه ما خاموشه. حیران دیره میانی تا که انجوری سینی. یاره همون شاعرها قدیمه فی بوم مردم صدا تو نشنن نکن. نمیشته کو زلی. و خدا می عکس دستلاف نکردم نکه دل تو رو شور میاد. زنده باشی. نمیشته کو برا. بگو. امروز روزی اوله قوقا کردی با محله از بس که تو آزردی دلم را جگریم که مشی من مطرن نای تتر نای تا تو نباشی دل بیبی ملزانه میشه بیا و دم گو خونه نه اینیه شزر که تو بجستی مطر نای تتر نای چی میگی تو؟ چی میگم؟ خب خیر میگی چی؟ خب سبا جمعه سرکا فارغ بیا که بجیم
سبا چه سر کافه چه روز شنبه نمیشه تو برای یک 2 دقیقه صبر کن چه من پوسکل پاک کنم یک ماه طول میکشه فیستان که پاک کنی بله ها خب سبا چه سر کافه بیا بیا توجه کلمی رو خیلی نمورا نمیشته کده که به اتفاق دیلک بگو صحیح اگه پیاتو مرارتو رزینه 20,000 سال فاتی دست بگدشتم پلامر پاستی تورنما 20,000 دادی پیشکش بعد سال فاتی چند دیگه بمونده 5 لک بده دیگه ما چند دقیقه میمونه 4 لک و 80,000 دیگه هم با 47 سال میدی میرم 3-4 روزی که قیامت بمونه میدم خب 20,000 من پسته تورنما خب خلاص بله به اتفاق دیلک یاره خیر بینیم بالا خداوند تو به دین دنیا خوار کنه چه کار میکنی رخشویی کنه دلی خوبت کی کاغذه لولم خیلی گفتی نه چون کاغذ بالا خیلی لولم خیلی گفتی نمیشی بالا قد کنم بالا گم نشه کیسه زن خیلیه بیخی طلای سرخه که کیسه نه راز مور میفهمم خدا حافظ بالا پولا خور بدیه بله پولا خور بدیه پولا نامه پولا کاغذ چنده 100 روپیه 100 روپیه تو اول سر گردنت گرفتی نه کاکا 5-6 نفر آدم موجودن نامه نوشته بکن عریضه نوشته بکن تو وقت ما بگیری اگه تو 1 لیتر به می کیسام دیدی حرام باشه باشه با پال بده بیلو که پولا رد کنه که تو کیسه کجای کیسه تو کیسه داری پول نداری ای به چرخیدی بسته پول نداری من پول دگه زلوی مرد زلوی دم خوب کن کدوی تایمدی بده عزیمی را بده که مشتری دیگه بیاره میسینی من بده تست بکن که باید بیای تست بده که دور دیگه نبینه تست باشیم برو یک سوال است دارم بند تمون اضافی نداری کجا دینی نمی هسته بده 5 متر تنو برو نه که جوانم من بارت جوان به کجایی برو بده با خدا منو میرم مادر میگم که تو نفری کنه پریش و ارباب منطقه من نفری کن نیم ساعت زنده بود برو تو مال 100 تا حسنا برات تو بله و کما بده روی تست خودی کلی گنده خوبی آمده پول نداری اینجا نامه نوشته تو که خوب کلی داری قیافه که فقط گنبت خونی مانه برو تست تشکری میکنیم از گروه تئاتر و نمایش این جان. اگر از نمایشنامه خوش شما یک دست بلند افتخار دوست سر